آیا با واقعیت حمله به جان آریانا سعید هنرمند مشهور افغان حقیقت داشته است؟ آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چه کارباری است؟ گفتنی های تازه اسیب ساید نامزد آریانا سعید. تجارت میلیونی آریانا سعید در دبی. آریانا در امریکا مصروف چه کاربار سیاسی است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان وی لقب ستاره دلها و ملکه دلها را از طرف دوزاران و طرفدارانش کسب کرده است. آریانا سعید عاشقانه هنر موسیقیش را از سال 2008 بدین طرف و پیش میبرد. اولین کار هنری آریانا سعید با جاوید شریف بوده است که در میان مردم افغانستان به اوج شهرت و محبوبیت رسید. آریانا سعید محبوب دلها بوده است. وی در کشور دبی برای دفاع از حقوق زنان افغانستان دوباره نهادش را آغاز کرده است و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسیش را ادامه می‌دهد. وی همچنان در کشور امریکا هم نهاد سیاسی ساخته است. تازه آریانا سعید در کشور آذربایجان قرار بود کنسرت برگزار کند. تصاویرش به نشر می‌رسد که آریانا سعید مورد حمله از طرف دوزاران و طرفدارانش قرار گرفته است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حد حقیقت داشته است، ولی ما آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای آریانا سعید با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا داریم. دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.